قصه از اون مردکه همیشه نصیحت میکرد که بچه‌هایم فکرتان باشه، پیسه پیدا کنین، پیسه پدر است، پیسه مادر است. بالاخره صاحب تجار کرد، پادشاه کلا گیرم تو نصیحت میکرد. او یک عالم اومد برش گفت که برادر عزیز پیسه کل چیز نیست. این مولوی صاحب برش گفت که او قربان شم، او پادشاه جان این گپ نیست، پیسه کل چیز نیست، نکو از خدا بترسید است. نه شما نمیفهمین، شما عقل ندارین، شما چطور هستین؟ خب بالاخره این مولوی صاحب بسیار توهین و تحقیر کرد، دعا کرد که الهی پروردگارا وقت بسیار نصیحت کرده باش دیگه، نه دیگه خودش تو میفهمی و سرنوشتش. لکن پروردگار این خوب کل مردم گمراه کرد. این خال کل گیر در مجلس تبلیغ کرده میره و ملا هم دانایش بسته کردن. الهی دیگه تو خودش هم نشان بده، مردم هم نشان بده. صاحب الله جل جلاله برش نشان داد. چه قسم نشان داد؟ شاو صاحب مردکه خو میبینه امی پادشاه این دیگه از زیرخانه خود یک خزانه بسیار کلان جور کرده. به این خزانه صاحب امی خشتای طلا را چینده و خلطگکای جواهری کل از پیسه و کل پیسه همه چیز اینجا مانده. شوی ساعت 2 بجه شو اما تو خرفش مرا حالا یک وقت دکانداری میکنم، دل مرا یک دکاندار از دکانداری سیاه کرد. این صاحب میرفت شامکی، امروز شامکی ما حسابی داشتیم تال خوردیم، دیدیم مردکت شامکی رفت 20 دقیقه بعد باز آمد. همین قلفا را 15 دفعه کش میکرد، همین قلفای دکانه پیشوری ما یک 10 دفعه کش کرد. باز بچه خودم میگه بچه این تو هم یک کش کو، باز هم یک کش میکرد. باز بچه خودم تو برو نه تو هم یک کش کو. ما دیگه قرار شدیم سرای سوال دارم اسپی قلف 3 دفعه کش شد. بعد از این من دیگه مصروف همین حسابی هستم. حالا یک وقت پیسای خود حساب میکنیم که ما چی فروشات کردیم، چی کردیم، چی نکردیم. کیدیم بازی مردک آمد، نامش براتون نمیگیرم. خب گفتم کاکا چی گپ است؟ والله دمی خانه که رفتم دمی سر چای خوردن شیشته بودم که باز می قلفای یادم نرفتم باشه. باز آمد یک 3-4 دفعه کش کرد سر بایسیکل مانده وزل. یار امروز ما گفتم بیادر مرا از این دکانداری تیر اگه قسمی پیسه باشه خود تمام نشو خبر نه روز. خب بالاخره صاحب این پادشاه هم این عادت داد. 10 بجه شب که شده در چرت رفتن. والا این نفر را که من بسیار سرش اعتماد میکنم و خوب آدم امانتکار است و به حساب همی کلی خزانه پیشدیز خزانه دار، این کدام غلطی نکرده باشه، کدام اشتباه نکرده باشه، کدام خشمشت طلا را تا بالا نکرده باشه پیسه را. این سبب همی 10 بجه شب پایان میشه و میره دروازه خزانه را واز میکنه و پایین رفته دیگه حسابی میکنه. هر دفعه که میرفت خزانه دار بعدش میگه که تو بیا کتم یک جای برو. این دفعه چون سر خود خزانه دار شک پیدا کرده میرسه میبینه خزانه دار هم صاحب این دیگه دمی حسابی است که یک دفعه دمی فکر وسوسه باشه خزانه دار پیدا کاکامو فلانی وره دکاندار وره قلف صحیح کش نکرده باشم امی دروازه خزانه واز نمانده باشه که اگه پادشاه بیاید و ببینه که دروازه پیش ما یادم رفت مرا میکشه. این صاحب خزانه دار هم تو آستا آستا میره دمی زیر زمینه که راستی سال میکنه دروازه واز است. چه اشتباهی کردی؟ فوراً صاحب دروازه را قلف میکنه پس میره و این دروازهش هم دروازه استادیو وارست که هر قدر داخل چیخ بزنی بیرون کسی نمیشته. این صاحب پادشاه صاحب در داخل است که میپره که سر میکنه که دروازه بسته است، چیخ میزنه و چیخ میزنه چیخ میزنه. صبح که میشه ملکه میخیره صاحب و ملکه چی شد؟ پادشاه میگه بچه مالا نمیشه داغ اشیاست از این تخت بود گم شد ملکه کجا رفت؟ ما دیگه ندیدمش. خود صاحب تا میدون بالا میدون بعضی ها میگن که پادشاه عادت داره یگان دفعه میره امی چیز شکار میکنه او نشده شکار او رفته باشه همین. خب بالاخره صاحب میرن دمو دشت شدم جایی که شکار میکنن نیست مرده که پادشاه گم شد. اعلان تا بالا اعلان های فوتی اعلان های تجارتی پادشاه را کس ندیده صاحب فلانی رو ندیده در لبه های سرک صاحب اکسایش هم هم کردن گم شده مردکه پیداش کنیم. مردکه رفت صاحب چک شد. یک روز 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز 6 شد نیفتن. بچه چه گفتن که برادر آقا پدرت خدا ببخشش دیگه گرگ خوردش پلنگ خوردش گم شد. پیش فالبینا رفت واسه گفت دیو بردش. پیش جادوگر رفت تو صاحب بر 16 قسم جادو کرد هیچ صاحب برشان چیز فایده نه. جادوگر صاحبش میگفت که صاحب این همون تو برین دیگه رفته باز 40 تا عسکر رایی میکردن دیگه همون نمی سم دیگه برو دیگه تا کن. ای من جادوگر هم عادت داره نه اگه تا لودره که گیر کرد باز میگه او نمو سم دمی چیز من نشان میده دمی آینه
اون سمت که بری بازی لو دادگم دمی سمت میرسی اول خیرخانه و سه دوی خیرخانه و سه خیرخانه باز میرم دیگه باز که میگه دمی سمت است دیگه باز میگه باز چطور شد والا بستهش کردن خصای هر قدر که کرد خصای نتیجه نداد بالاخره همین لنگی از زیر و همین تاج از زیر گرفتن در سر بچه‌ش گذاشت بیا دیگه پدرت فوت کرده خیلی خودت خصای دواموا کردن و تعزیت کل چیز خلاص شد این بچه‌ش که وقتی از جنجالا خلاص شد همین خزانه دار آمد برش گفت که جناب علی خودت به صفت پادشاه مال مقرر شدی و همین کیلی خزانه پیش ما بود یک کاپیش و یک پیپیش هم پیش خدای بیامرز خب گفت خیلی ببینیم که چیز کم نباشه سهل کنین میرن سهل که مردکه چارپلا در اینجاش خلطه زمرد است در این طرف هم طلا هست این دیگه در این سر از یامت پوندیده اما تفتادگی شده این بالی سر کلیش یک خط نوشته کرده که مردم غافل سرزمین من همیشه بر شما میگفتم که پیسه همه چیز است لکن من بیچاره در سر لال و جواهر از گشنگی مردم با تمام چی از گشنگی مردم و بازی درس عبرت شد برای دیگه مردم یک روز یک مجلس مکششته بود یک کسی برای ما متا استاد والا همین پیسه کس انسانیت است اخلاق است چطور این بیچاره بخل یک 2 میلیون دلار سرمایه داشت اعصاب ما خراب شد یک دفعه حوصله کردم 2 دفعه دیگه دفعه 3 دفعه گفتم برادر کل سرمایه تو چند است 1 2 میلیون دلار باشه گفت باشه ما گفتم اگر انسانیت با پیسه می بود سگ بلگیت 50 میلیون دلار براش میراث رسیده بلگیت هم میشناسین همین شرکت مایکروسافت که جور کرده این میراث خود نوشته کرده باز بر سگ خود نوشته کرده 50 میلیون دلار مفتم والا خیلی این سگ از تو کرده 25 چند انسانیتش بیشتر است چاپ شده دیگه گپ نزن اگر انسانیت با پیسه باشه تو 2 میلیون دلار سرمایه داری او 50 میلیون پس از تو کرده 25 مرتبه در انسانیت بالاست و تو 25 مرتبه از سگ کرده خسیس هستی گفتی میگه برای من گفتی به دیگه کس نگو یعنی ما ماستر که در گوشت گفتم به دیگه نمیگم مگر نه باز 25 مرتبه از سگ کرده رتبه پایین میشه چرا این قسم غلام پیسه هستی چوب شد دیگه تو همین روزام که مرا میبینم تو وام پیشانی خود ترش میگم وام ترش میگم خوب است تشکر یک شوت کردی ما هم یک شوت کردم خوب یک شوت کردی گفتم که مکن گفت مکن تا نکنم این یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس